درود بچه ها، کیارش هستم. زدم با آموزش ماینکرافت، آموزش که این چطور یک سازه بسازیم تا ردستون های تون فعال و غیر فعال بشن. دو روش داریم، امیدوارم که خوشتون بیاد از هر دو روش. خب بچه ها، برای این کار یه دونه ابزرور، یه دونه ردستون تورچ و یه دونه ردستون و یه دونه بلاک نیاز داریم و یه دونه پیستون هم برمیدارم که ببینید و اینکه هنگ کرد یه لحظه. خب یه دونه پیستون هم برمیدارم که ببینید چجوریه. یه دونه گراس رو میذاریم، حالا هر بلاک دیگه یه دونه ردستون رو روی اون قرار میدیم، یه دونه پایین راست و چپ. حالا یه دونه ردستون تورچ سمت چپ بلاک میذاریم، تا غیر فعال شد سمت راست هم میذاریم و این دیگه هی تون فعال و غیر فعال میشه. پیستون هم بذارم که ببینید و صدای پیستون واقعا آدمو کر میکنه. خب بریم سراغ روش دوم. یه دونه ابزرور میذارید که روش به این سمت باشه و یه دونه دیگه هم میذارید که صورتش به اون سمت باشه دیگه، ببینید اینطوری. و این الان روش دوم ماست و این هم پیستون که تون فعال و غیر فعال میشه. مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. تا درودی دیگر، بدرود.